من نظرم خیرلو ساکن شهر کلوب کوچه فرونزه 65 زاده یعنی کلوب هستم. من برادری نظر نصرتالله که در شبکه‌های اینترنتی شما خیلی دیدین خشن نشان دادم همه نقاب داره و نقاب نداخته خشن نشان میده که من جیاد رفتم آخی یکمش که جیاد دیگه جیاد نیست جیاد خیلی جیاد های مثال که در جزان گلک تمه پرتای سه گلک گیشنه در گردن ما میغلطانه بعد میره وجه جیاد میکنی یعنی خدا را راست یعنی خدا روزی میشه یعنی کار این خیلی جیاد های شما را کی گفته برین و فتوای کی رفتین شما کی را میکشین شما با همون مسلمان را میکشین با در انتهای میگروین با گب میزنین که ما ترین ما زور ما حاجی میرزا را گب میزنین که تو فتنه گفته حاجی میرزا را حق ندارین گب زنین یکمش شما یکمات سواد ندارین ای گب زنین هم ما شنویدیم شما ما نشان دادم ما گوش کردم در اینترنت شما سواد ندارین حق ندارین گب زنین سونتون میتن خیلی سونتون بودن بزن غلطون سون رو یکنین در گشنگی نمبرن اینجا در گردن یادمون میزنین گودکاتون هم میرین جیادی چی میشه ولی زناتون در بازار میبروی اینا میگه سودا میکنین زناتون رو جوگا میکنین در خونتون او زناتون میستن دیگه میبروی سودا میکنن های همین خانه شما دیدین همین خانه پدر مادر ما بود همین دودرم نصرتالله دا میراث موندن خیلی ما جدا بودیم ما جدا شدیم خانه را به هم موندیم خیلی آدما من گفتم که دودر تای همه قرضدار شده همین بالوچکا و چیو برای این خانه را باید بفروشه خانه را فروخته قرضدار شده ده به خانه و در مونده بعد نصرت اگر مرا تماشا کردیسته باشی من خواهش دارم که برگردیم جایی رفته میخوام که پیش این فرزندات بیاین فرزندات یادت میکنن میپرسن که اتم کی میویا همه قینی را در سری ما موندین فرزندا را تربیه کردن شم قینه یو کلون شوان چکو میکنن برای میخوام که تو بر بگردی بیوی نه عبدالله میپرسه اتم کی میویا خیلی خولیدم میگه اتجان نه کسل شده خولید میخوام که زندگی خوب کنیم و خیلی یک جایه باشیم بیا من یادت کردم بیا پیش من